درود مردم ایران. برنامه پهلوی برای نهادهای مذهبی و روحانیت چه خواهد بودش؟ برای درک رفتار پهلوی ما باید اقتصاد نئولیبرالی رو بفهمیم. در اقتصاد نئولیبرالی هیچ گونه مشکلی با مذهب به عنوان امر فردی وجود نداشته و وجود نخواهد داشت، ولی با مذهب به عنوان یک مرکز درآمدزایی و یک دکان و مغازه مشکل خواهد داشت. به چه صورت؟ پهلوی به نهادهای ثروتمند مذهبی مثل آستان قدس و دیگر نهادها اعلام میکنه که شما مجبور هستید در نظام تقسیم کار تخصص محور دنیا قرار بگیرید و به اقتصاد جهانی برگردید. کافیه که این انباشت سرمایه عظیمتون رو تبدیل به یک کارخانه فوق مدرن کنید و هرچه درآمد داشتید نوش جونتون. در غیر این صورت مالیات های سنگین به آرامی ثروت انباشت شده شما را به مردم باز خواهد گردوند. بهترین روی کردی که پهلوی میتونه با نهادهای مذهبی ثروتمند مثل آستان قدس داشته باشه استفاده از رویکردهای اقتصاد نئولیبرالی هستش. متشکر از وقت شما.